سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشین. من آرمان نیکارم، دانشجوی سال سوم مهندسی صنایع دانشگاه علوم فرهنگ و داریم مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای از مجتمع فنی تهران و در واقع یک دانشجویم نه بیشتر و همینطور که دارم این مطالب رو بهتون میگم و این آموزش ها رو براتون میذارم. دوست دارم که خودم هم بیشتر تحقیق کنم، با علم بهتر، با دید بهتر نسبت به این چیزها، به این مطالب این فیلد بتونم صحبت کنم و حرفی برای گفتن داشته باشم. نیک پراجکت آکادمی در واقع کانالیه که توی یوتیوب و اینستاگرام قصد فعالیت داره و ممنون میشم که از ما حمایت کنید، ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و مطلع بشید از اخبار و در واقع ویدیوهایی که میذاریم و همینطور در اینستاگرام ما رو فالو کنید و کامنتی، نظری اگر دارید بابت هر ویدیو یا در واقع اگر موضوعی از انتقادی از ما دارید، ممنون میشم توی اینستاگرام ما رو بهره مند کنید. در واقع هدفم از زدن این کانال چی بود؟ من چون واقعا خودم وقتی میخواستم تو این فیلد چیزی یاد بگیرم و تجربه کسب کنم، دیدم که وقتی دارم میگردم که منابع ویدیویی پیدا کنم هستش یا در واقع هزینه داره، چون خیلی از ما تو این شرایط اقتصادی به هر حال نمیتونیم بریم چیزی رو خریداری بکنیم، توانشو نداریم، شرایطشو نداریم، دلایل متفاوتی داریم و هدف من این بود که بیام ویدیوهایی رو در اختیارتون بذارم که حداقل اگر من نیم پله اینها رو یاد گرفته باشم و بالاتر باشم، شما هم اون نیم پله رو طی کنید و با هم و حتی فراتر از من این پله ها رو طی کنیم و به اون موفقیتی که میخوایم برسیم. توی نیک پراجکت آکادمی در واقع قصد دارم تمام نرم افزارهای مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه کلاسیک رو بهتون بگم. در واقع مفهوم این دوتا مدیریت پروژه مفهوم‌های متفاوت خودشون رو دارن. نرم افزارهای مدیریت پروژه کلاسیک MSP و پریماورا P6 که احتمالاً شنیدید اینها رو، ولی اگه نشنیدید هم وقتی بهشون برسیم کاملا بهشون پرداخته میشه و راجع بهشون صحبت میشه. و نرم افزارهای مدیریت پروژه چابک خیلی هستن که امروزه باهاشون کار میکنیم، مثل جیرا، مثل ماندی، مثل ترلو یا آسانا و خیلی نرم افزارهای دیگه که علاوه بر این که ما میتونیم باهاشون برنامه‌ریزی انجام بدیم، این چابکی که دارن در داشتن برنامه‌ریزی به شدت توی سازمان‌ها بهمون کمک میکنه که وقتی بهش برسیم کاملا بهش میپردازیم. و همچنان هم اینو بهتون میگم که اگر دیدید که مطلبی رو در واقع نتونستم به شکل واضح ادا بکنم خدمتتون، حتما انتقادتون رو توی کامنت به من بکنید. من هم یه دانشجو هم مثل شما که دارید این مطالبی که من گذاشتم رو نگاه میکنید، گوش میکنید و ممنونم از توجهتون به این مطالب. نکته اولی که ما باید بهش بپردازیم، خیلی مهمه که ما بدونیم هدفمون چیه. مدیریت پروژه یعنی داشتن هدف. هر پروژه‌ای که ما در واقع قصد برنامه‌ریزی و طراحی و شروع مدیریت کردنش رو انجام میدیم، نیازمند یک هدفه. اصلا پروژه بر مبنای هدف پیاده سازی میشه و خوبیش اینه که بدونید زمانی توی این مدیریت پروژه پیشرفت میکنید. اینی که دارم بهتون میگم حرف من نیست، حرف اساتیدیه که باشون کلاس داشتم، حرف افرادی که توی این زمینه کار میکردن و ازشون پرسیدم و حتی خودشون بهم گفتن که تنها راهی که میتونید پیشرفت بکنید این که فقط با این نرم افزارها تمرین کنید. تمرین کردن به اون معنا نیست که شما فقط 3-4 تا تمپلیت انجام بدید، 4 تا برنامه‌ریزی انجام بدید بگید من دیگه بلدم با این نرم افزار کار کنم. قطعا نه. وقتی شما باش تمرین میکنید، حتی اگر یک چیز ساده ای رو بارها و بارها هر روز یا یک روز در میون یا مثلا هفته‌ای چند بار فقط تکرارش کنید، یعنی اینکه کار رو دوباره از اول انجام بدید، باعث میشه اون مطالب توی ذهنتون بشینه. و قطعا میدونم که راجع به این مطالب تو کل زندگیمون دخیله و کل زندگیمون با این تمرین عجین شده و دیگه هممون با این مسائل کنار اومدیم، ولی این نرم افزار هم مثل بقیه رویدادهایی که تو زندگیمون به وجود میاد نیازمند تمرینه و هدفمون برای رسیدن به اون پیشرفتمون میشه تمرین و با تمرین میتونیم تو این نرم افزار شخصی بشیم که حداقل میتونم بگم توی سازمان مفید واقع میشه.
حالا ما برای اینکه بدونیم چطور میتونیم از این نرم افزار بهینه استفاده کنیم و تمرین کنیم، باید چند تا اصل رو رعایت کنیم. یکی این که بدونیم وقتی داریم دستوراتمون رو، یعنی اون کارهایی که میخوایم برای رسیدن به اون، مثلا میگم شما میخواید منابع رو تخصیص بدین، قبل از اینکه بخواید یک سری منابع رو تخصیص بدین، الان شاید دارم این لفظ‌ها رو به کار میبرم براتون سخت باشه، ولی مثلا فرض کنید که شما دارید یه ساختمونی رو میسازید. تو این ساختمون ما نیاز داریم یک سری طبقات رو از پایه و از در واقع زیر زمین بیایم رو طبقه همکف، بریم طبقه 1 2 3 4 و در واقع وقتی داریم این طبقات رو طی می‌کنیم، نمی‌تونیم یهو از طبقه 1 بپریم طبقه 4. باید طبقات رو به ترتیب طی کنیم. به ترتیب ستون‌ها زده میشه، به ترتیب بتون‌ریزی میشه، به ترتیب فونداسیونش چیده میشه، به ترتیب همینجوری به ترتیب کارها ادامه پیدا می‌کنه. و این توالی استفاده و رعایت ترتیب مهمه و باعث میشه کارمون به شکل درستی پیش بره. حالا اینکه بدونید برای رسیدن به این توالی‌ها و انجامشون، برنامه‌ریزی براشون، زمانبندی کردن، بودجه بندی کردن و خیلی چیزهای دیگه ایجاد کردنشون نیازمند دونستن این روش هاست. یعنی شما بدونید برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید باید چی کار انجام بدید. این که بهتون گفتم تمرین کنید یعنی همین. شما اگر بدونید که برای اینکه بخواید یک پروژه‌ای رو بهتون میسپرن چطوری بتونید فعالیتاش رو تعریف بکنید، چجوری بتونید روابط بینشون رو تعیین بکنید، تخصیص‌ها به چه نوع باشه، تمام اینها نیازمند تمرین کردن و تجربه و دونستن این روش هاست. پس حتما این رو جدی بگیرین، چون یکی از مهمترین ویژگی ها و اون سرعت عملی که شما کار با نرم افزار و توی زمینه مدل پروژه نیاز دارید دونستن و تجربه کسب کردن. مورد چهارم قوی کردن واژگان انگلیسی مونه. ببینید اکثر در واقع رفرنس هایی که شما برای این فیلد از مؤسسه صنایع دارید انگلیسی هستند و شما میتونید اینطور در نظر بگیرید که چون میشه گفتش که بهترین مدرس ها، بهترین دانشگاه ها در دانشگاه های خارج مثل آکسفورد، هاروارد و غیره هستن، برای همین مقالاتی که هم که میتونید استخراج بکنید و بخونید به زبان انگلیسی هم. و میتونیم بگیم تو ایران خودمون هم اکثر رفرنس هایی که هستن و افراد تو شرکت های مختلف ازشون استفاده میکنن رفرنس های انگلیسیه و در واقع تمام شرکت ها وقتی میخوان یک سری مقالات، یک سری کتاب بیرون بدن باز هم به زبان انگلیسی می نویسن. مثلا شما تو صنعت ساختمان اگر دقت کرده باشید، اگر دانشجو باشید، میتونید که توی درس های خودتون یک سری واحدها دارید به نام زبان تخصصی و برای همین میایید زبان تخصصی رشته یا فیلد خودتون رو یاد میگیرید که بتونید توی صنعت ازش استفاده بکنید. مثلا تو صنعت ساختمان یا صنعت سدسازی اصطلاحاتی که به کار میره و مهندسانی که میان اونجا کار میکنن توی مدیریت پروژه اصطلاحات خاص خودشو داره و برای اینکه بتونید روی اینا تسلط پیدا کنید باید برید مقالات بخونید، باید برید کتاب‌های مختلف بخونید، باید به مفاهیم مسلط باشین، یا میتونم بگم که با تمرین و تکرار و دیدن خوب اون نرم افزار باز هم یه تسلط نسبی میتونید پیدا کنید نسبت به تمام اون ویژگی‌هایی که توی این نرم افزار هست و در واقع خود مدیریت پروژه عمومی. و مورد ششم همین موردی بود که من تو تمرین‌ها بهتون ذکر کردم، استفاده از تمپلیت‌های آماده برای تمرین. اگر شما بیایید سرچ بکنید و توی نت بزنید که مثلا انواع تمپلیت‌های مدیریت پروژه یا مثلا تمپلیت با WBS و فعالیت یا خیلی چیزهای دیگه که حالا سر فرصت با هم دیگه نگاه می‌کنیم و در واقع به نتیجه میرسیم. بهتون میخوام بگم که شما با توجه به این ویژگی ها ریسرچ کردن، این ویژگی های سرچینگ خیلی بهتون کمک میکنه بچه‌ها. اگر شما تو مهارت سرچینگتون تو پیدا کردن مقاله، واژگان، نمیدونم مثلا به این نکته برمیخورید که من الان میخوام توی مدیریت پروژه تو نرم افزار MSP چطور میتونم این دستور رو اجرا کنم. وقتی میزنید این مهارت سرچینگ خیلی بهتون کمک میکنه که تو بهتر چینش اون مراحل توی ذهنتون به چه دقتی عمل کنید. پس این مهارت سرچینگ خیلی مهمه و این تمپلیت های آماده هم برمیگرده به مهارت های سرچینگتون که اگه مهارت های سرچینگتون قوی باشه میتونید تمپلیت های آماده رو پیدا کنید، روی همونها تمرین کنید. حتی اگه اون در واقع ابتدا کوتاه شروع کنید با 10 تا 20 تا، یعنی دارای چند تا WBS و فعالیت باشه و اندک هم باشه، خیلی کمکتون میکنه، باعث میشه تو ذهنتون بشینه که دارید چی کار میکنید.
ولی از این مطالب که بگذریم که تمرین که اصل مهم این نرم افزاره، در واقع اگه بخوایم یه خورده هم برگردیم به این که بدونیم آقا ما از کجا باید شروع بکنیم، یعنی این شروعی که بوده از کجا بوده و من یه توضیح ریز بدونم که اگر کسی ازم پرسید بدونم که این از کی شروع شده، از کی میخواد ادامه پیدا کنه. در واقع یکی از افراد خیلی مشهور آقای کارول آدامیکی، یک در واقع میتونم بگم مهندس لهستانی بوده که در واقع در فولادسازی کار میکرده و خب خیلی تکنیک های مدیر پروژه رو بهش علاقه داشته و روی این موضوع کار میکرده و چند سال بعدش هم حدود در واقع 15-14 سال بعد آقای هنری لارنس گانت که در واقع توی نرم افزارها گانت چارت هم به ایشون معروفه، در واقع یه مهندس آمریکایی و یه مشاور مدیریت پروژه بوده که میاد این نمودار رو طراحی میکنه و میگه این نموداری که من کشیدم به نام گانت چارت معروف میشه. و امروز هم که دارید میبینید خیلی در تمام نرم افزارهای مدیریت پروژه ما گانت چارت رو داریم و یک فعالیت و یک نمونه تو اکثر شرکت هاست که اکثر شرکت ها اگر که برید مثلا میگن که گانت چارت این سری فعالیت ها رو به من بده و به شدت مهمه که ما بدونیم که این از کجا اومده و از کجا نیومده. و بخوام برم سر اصل قضیه، این نرم افزار مدیریت پروژه نسخه تجاریش اولین بار سال 1984 منتشر میشه. مایکروسافت تو 85 این رو میخره و طی سالهای 85 و 86 نسخه دوم، سوم و چهارمش رو عرضه میکنه و برای نسخه DOS، ولی برای اولین بار در سال 1990 نسخه سیستم عامل ویندوزش هم منتشر میشه و اون موقع است که دیگه مدیریت پروژه به شدت باب میشه و اکثر شرکت ها در جهان ازش استفاده میکنن. و گفتم دیگه این دوتا آدم مهم در این صنعتن که بد نیست بدونید که چیکار کردن، تو چه زمینه‌ای فعالیت کردن و اصلا هدفشون چی بوده از این کار. ببینید نرم افزارهای مدیریت پروژه در چند بخش مختلف استفاده میشن. یکی صنعت ساخت و سازه، یکی صنعت فیلمسازیه، صنعت اپلیکیشن و سایت، یکی مهندسیه، یکی تأمین و تدارکاته، یا برنامه‌ریزی همایش رویدادها. خب حالا اینایی که گفتیم چی بود؟ شما تو ساخت و ساز مثلا بهتون میگم نفت و گاز، تصفیه خانه، سد، جاده سازی، ساختمان، مسکن، تصفیه خانه، هزار تا چیز دیگه. شما هر چیزی که با ساخت و ساز همراهی باشه، هر چیزی که بتونی مهندسیش کنی، هر چیزی که قابل ساختن باشه، اینطوری بهتون بگم، هر چیزی که مثلا بهتون میگم سایت اپلیکیشن، فرض کنید یه نرم افزاری داری میسازی، مثل نرم افزاری که هست، مثل نرم افزار اسنپ. شما نرم افزار اسنپ قبل از اینکه مثلا یه سری برنامه‌نویس داره، یه سری در واقع منابع انسانی داره، یه سری کسایی هستن که توش کار میکنن، یه سری کسایی داره که در واقع پشتیبانیش میکنن، یه سری طراح گرافیک داره برای اون لوگوها و نمادهای داخلش. ببینید تمام این افرادی که دارن درش کار میکنن یه سری بودجه داره، یه سری منابع در واقع انواع مختلف، مثلا صفحه‌های مختلف داره، طراحی فرانت و بک اند داره. تمام این بخش ها میتونه با مدیریت پروژه از 0 تا 100ش جلو بیاد. یعنی چی؟ یعنی تمام این افراد میتونن طی یه برنامه‌ریزی خاص و منظم و در واقع به روز کاراشون رو انجام بدن و در واقع بدون مشکل پیشرفت کنه و در واقع بدون هیچ اختلالی اون ارزها عرضه بشه. و همایش‌ها، تامین و تدارکات و غیره، شما اگه دقت کرده باشین خیلی جاها هستن که برنامه‌ریزی همایش‌ها، رویدادها برای انواع اساتید و غیره رو به عهده دارن. یکی از نرم افزارهایی که باهاش میتونن این کار رو انجام بدن نرم افزارهای مدیریت پروژه است. حالا اینکه چه نوع نرم افزارهایی استفاده میکنن جای خودش. من بهتون گفتم ما دو نوع داشتیم، یه دونه چابک داشتیم، یه دونه کلاسیک. مدیریت پروژه کلاسیک بیشتر تو صنعت‌های ساخت و ساز و مهندسی و تدارکات و اون ساخت و سازهای عظیم استفاده میشه. ولی برای برنامه‌ریزی همایش‌ها و رویدادها این نوع برنامه‌ریزی‌ها بیشتر توی مدل پروژه چابک استفاده میشه، چون امکان لغوشون وجود داره و هزار تا چیز دیگه و اون اختلال و اون در واقع ضرر توی نرم افزارهای چابک اونقدر دیده نمیشه.
هر پروژه‌ای که ما داریم در واقع توی ذهن ما باعث ایجاد یک سری تصویر میشه. من بهتون گفتم تمرین یعنی چی؟ وقتی شما تمرین میکنید برای اینکه در واقع اینطور بهتون بگم، شما دارید تمرین میکنید که اون تجربه رو کسب بکنید و وقتی دارید هر تمرین رو انجام میدید ممکنه به یه سری نکته بر بخورید که بگید خب من مثلا دارم ساختمون سازی میکنم، میدونم که وقتی دارم با یک ساختمون ساز کار میکنم میدونم آقا من این سری کارها رو باید داشته باشم. یعنی میدونم که فونداسیون رو دارم، طراحی مثلا طبقات رو دارم، گچکاری دارم. اون در واقع فیلدها یا بخش‌های مختلفی که شما میخواید توش کار بکنید براتون شفافتر میشه و یک تجربه توی ذهنتون تداعی میشه. در واقع توی نوع تخصصاتون، طراحی گانت چارتتون و برنامه‌ریزی درست و صحیحش بهتون کمک میکنه و این نکته خیلی مهمیه که باید بهش واقعا توجه کنید چون به شدت مهمه. و این شامل بخش‌هایی بود که نرم افزارهای مدیریت پروژه توش کار میکنن و اصلا فیلد مدیریت پروژه درش قرار داره. و خوبه که ما بدونیم همونطور که اولش بهتون گفتم هر پروژه یک هدفه، یعنی روی یک هدف پایه‌گذاری میشه و طبق اون باید جلو بره تا آخرش که به یک هدف نهایی یا اون در واقع محصول نهایی خودمون برسیم. مورد دوم اینه که آقا ما یه پروژه داریم و اون پروژه داره یه زمانبندیه، یعنی امکان نداره شما پروژه‌ای داشته باشین که در این زمانبندی دخیل نباشه. حالا این زمانبندی همونطور که میدونید زمان یک شروعی داره و یک پایانی و داره یک محدوده است و این محدوده‌ای که ما درش قرار داریم که بهش محدوده پروژه‌مون یا زمانبندی پروژه‌مون میگیم در واقع برای شروع و اتمام اون پروژه است که میتونیم بگیم که آقا ما اون زمان به موفقیت میرسیم یا نه. ما فقط تو این بازه میتونیم تعیین بکنیم، بعدش و قبلش نمیتونیم تعیین بکنیم که ما میتونیم به موفقیت برسیم یا نه. و هدف مدیر پروژه، کارشناس پروژه اینه که بتونه شما رو کمک بکنه که به اون موفقیت دست پیدا کنید. و مورد سوم اینه که آقا ما یک سری منابع داریم تو هر پروژه. حالا این منابع چی هن؟ ما سر وقت که برسیم به نرم افزارها و توضیح‌های دقیق همش رو بهش میپردازیم. ولی الان ما داریم میگیم آقا منابع چیه؟ از دید یک شخصی که داره تازه با این موضوع آشنا میشه، منابع یعنی چی؟ منابع یعنی آقا علاوه بر نیروی انسانی که تو ذهن هممون از اول تا الان، از اول زندگیمون تا الان هر چیزی که تو مدرسه فقط یاد گرفتیم این بوده که آقا نیروی انسانی جزئی از منابع ماست. خب این هیچی، ولی مثلا فرض کنید برای ساختمون سازی یا برای راه اندازی یک جاده، سیمان برای ساختمان یا ماشینالات راه و شهرسازی برای یک جاده جزئی از منابع اون محسوب میشن. یعنی این رو اگر راه اندازی یک جاده رو ما یک پروژه در نظر بگیریم، اون ماشینالات راه و شهرسازی برای اینکه این جاده رو از 0 تا 100 و اون هدف نهاییمون که راه اندازی مثلا یک اتوبان تبدیل کنن جزء منابع اون میشن. و در واقع یکی از مهمترین اصل‌هایی که ما توی مدیریت پروژه داریم تخصیص دادن درست این منابعمونه که نه اضافه بر سازمان باشه، نه کمتر باشه، نه اینکه باعث پرتی بشه، یعنی فقط هزینه کنیم و هیچ کارایی برامون نداشته باشه. و مورد پنجم، یکی از مهمترین بخش‌هایی که ما داریم با این نرم افزار کار می‌کنیم علاوه بر منابع و طراحی گانت چارت که باهاش صحبت کردیم و مهمترین ویژگی که راجع بهش صحبت کردیم این بود که ما تلاش کنیم، اینه که آقا ما تو مدیریت پروژه یه سری روابط و وابستگی داریم. این روابط و وابستگی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هر فعالیتی که داریم داره یک سری شروع و پایانن. خب ما داریم میگیم شروع و پایان یعنی چی؟ یعنی یا فعالیت هایی که داریم مشخص میکنیم با هم شروع میشن یا با هم تموم میشن، یا در واقع این شروع میشه اون پایان پیدا میکنه یا اون پایان پیدا میکنه این شروع میشه. حالا اینا رو ما کاملا به طور جدی بهش میپردازیم، ولی تا اینجا میخوام بهتون بگم که ما وقتی که یک سری روابط رو تعیین میکنیم باعث میشه گفتش که نظم خاصی به اون پروژمون میدیم و باعث میشه که راحت‌تر بتونیم ازش گزارش بگیریم، باهاش کار بکنیم و به کارفرمامون این گزارش رو در واقع بدیم و باعث میشه که تجربه بهتری هم کسب بکنیم وقتی این روابط رو تعریف میکنیم. واقعیتش با توجه به تجربه خودم از در واقع پلتفرم هایی که توشون کار کردم و در واقع این روابط رو تعیین کردم متوجه شدم که خیلی نیاز به تجربه بسیار بالایی داره و این تجربه رو من چجوری پیدا کردم؟ با کار کردن بیش از حد.
یعنی اینکه اومدم برای خودم این رو ترسیم کردم. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ پیشنهاد من به حالا کسایی که میخوان کار بکنن در این زمینه، طبق کاری که خودم انجام دادم، البته تجربه من شاید به تجربه 1.5 سال بیانجامه، ولی به این شکل میگم که من برای اینکه بتونم یک چیزی رو ترسیم بکنم، اومدم تو هر بخش یا تو هر پکیجی که حالا بعداً بهش میرسیم، تو هر WBS یا هر پکیج شروع کردم نوشتنش روی کاغذ و اومدم برای خودم مثال زدم، اون رو تصور کردم، گفتم که خب من به عنوان یک در واقع کارشناس پروژه وقتی دارم میام یا شخصی که داره برنامه‌ریزی پروژه انجام میده، قبل از اینکه بیام این کار رو انجام بدم صحبت کردم با اون افرادی که در واقع پروژه رو ران کردن و هدفشون چیه، در واقع به اون بخش مربوطه، که ببینم مقدار ددلاین، مقدار زمان رسیدنش و غیره چی هستش. ولی بعد از اینکه اومدم اون صحبت‌ها و جلسات رو گذاشتم، اومدم صحبت کردم، گفتم که خب من الان بعد از صحبتم اومدم تعیین میکنم که آقا من روی کاغذ این کارا رو باید انجام بدم. حالا بیا آرمان تصور کن اگر این زودتر انجام بشه، اون دیرتر انجام بشه، با توجه به چیزهایی که کارفرما ازت میخواد چطور ترسیم میشه. برای خودم تمرین چند تا ترسیم میکنم و وقتی روی پروژه پیاده سازی میکنم میبینم که نه، این راه نمیشه و باید نوع دیگه ای وابستگی ها رو تعریف بکنم. ولی باز هم همه اینها به دلخواه کارفرماتونه. یعنی اگه کارفرما بخواد جور دیگه این روابط ها انجام بشه، باید به دلخواه اون انجام بشه و صرفا ما میتونیم بهشون در واقع پیشنهاد بدیم، راههای جدید معرفی کنیم و غیره. در واقع کل چیزی که من تو این جلسه میخواستم خدمتتون بگم، میخواستم بگم که مدیریت پروژه یک در واقع ویژگی و حسنی داره که به نظر خودم که دوست دارم تو این حیطه بیشتر تجربه کسب کنم، اینه که به شدت لذت بخش. یعنی کسایی که تو این بخش کار میکنن قطعا این حرف من رو با پوست و خونشون متوجه میشن که چیزیه که به هیچ وجه ازش خسته نمیشی، همیشه یک چیز جدید برای ارائه داره و این شکلیه که هر پروژه یک تجربه جدیده، یک ایده جدید و خفنه که تا جایی که بتونم بهتون تو این نیک پروژکت کمک میکنم و با هم پروژه های مختلفی رو جلو میبریم با توجه به تمپلیت های مختلفی که توی اینترنت هست، جاهای دیگه هست، کتاب های مختلف هست و امیدوارم که بتونم توی نیک پروژکت همیشه و تا جایی که میتونم اطلاعات بهتون بدم، کمکتون بکنم و به امید موفقیت تک تک شما. ممنون میشم که من رو همچنان سابسکرایب داشته باشین، زنگوله رو بزنید و با کامنتاتون من رو خوشحال کنید. خسته نباشید.